با نام خداوند بخشنده و مهربان. درود بینندگان عزیز، بخش نوبتی برنامه خبری پیام نیوز را آغاز می‌نماییم. در استودیو با شما شهرت رحمت الله. اینک متوجه باشید به سرخط مهمترین خبرهای روز. برق تاجیک نرخنامه نو استفاده قوه برق را از مردم پنهان می‌دارد. نرخ استفاده آب نوشاکی 20% قیمت شده است. تاجیکستان سیاکی تجارت خارجیش را از دست داده است. نرخنامه نو آشکار گردیده است که حکومت تاجیکستان از مردم خودش پنهان می‌دارد. در این رابطه در سامانه اطلاعاتی آزادگان مطلب نشر گردیده است. آزادگان نوشته است که برق تاجیک و خدمات ضد انحصاری از افشای معلومات در خصوص بالاروی نرخ برق خودداری می‌کنند و همه گونه اطلاع را در این رابطه به اساس می‌حسابد. گفته می شود این نرخنامه 1 اکتبر سال روان از جانب حکومت تصدیق شده است و طبق آن سر از 1 نوامبر سال 2016 این سند عملی شده 1 کیلووات نیروی برق 14.65 درم قیمت پیدا می کند. کارخانه ها 1 کیلووات نیروی برق را به قیمت 35.65 سومانی خواهند خرید. اما هنوز ناروشن باقی میماند که چرا شرکت برق تاجیک از مشتریان خود بلندروی نرخ برق و گرمی را سر از 1 نوامبر سال روان پنهان می‌دارد. در همین حال مردم جمهوری امکان دارند که باز روزهای با شمار از نیروی برق ارزان استفاده نمایند. با آغاز ماه نوامبر نرخ برق قیمت می‌گردد، اما برق تاجیک در این رابطه به اهالی اطلاع نمی‌دهد. ناظرجان یادگاری سخنگوی این شرکت هم به خبرنگار آزادگان درباره بالاروی قیمت نیروی برق و گرمی اظهار بی‌خبری کرده است. از 1 اکتبر سال روان سر کردن نرخ استفاده آب نوشاکی برای اهالی و کارخانه‌های غیر بودجوی 20% بالا برده شد. در این باره از کارخانه آب و کاغذ دوشنبه به رسانه دولتی خاور اطلاع داده اند. بنا به منبع نفرانی که در خانه هایشان حساب کنک نصب کرده اند اکنون برای 1 متر مکعب آب نوشاکی 63 درم پرداخت می کنند. قبلا این نرخ برای 1 متر مکعب آب نوشاکی 53 درم بود. از این پس کارخانه های غیر بودجوی به جای 4 سومانی و 48 درم برای 1 متر مکعب آب نوشاکی 5 سومانی و 38 درمی پرداخت می کنند. اینچنین برای نفرانی که در خانه هایشان حساب کنک نصب نکرده اند و در آشیانه های از 1 تا 12 زندگی میکنند برای استفاده آب نوشاکی 6 سومانی و 79 درم برای یک اعضای عائله و از آشیانه 12 بالا 8 سومانی و 51 درم پرداخت خواهند کرد. همچنین از 1 ژانویه سال 2017 بالاروی نرخ آب نوشاکی برای کارخانه های بودجوی نیز در نقشه گرفته شده است. بنا به گزارش آژانسی آمار تجارت خارجی تاجیکستان در 2 سال گذشته 33% کم شده در 9 ماه سال جاری 2 میلیارد و 895 میلیون دلار را تشکیل داده است که در قیاس به همین دوره سال 2014 1.4 میلیارد دلار کمتر است. کاهش بیشتر تجارت خارجی کشور اساساً به سال 2015 راست آمده است. سال جاری نسبت به سال گذشته تجارت خارجی حدود 8% یا 250 میلیون دلار پایان رفته است. در حالی که سال جاری تجارت تاجیکستان با اکثر کشورهای جهان کاهش یافتند، با چین برعکس 32% افزایش یافته به 700 میلیون دلار نزدیک شده است. در همین حال تجارت با روسیه 9.3% کاهش یافته حدود 765 میلیون دلار را تشکیل داده است. این دو کشور شریکان اصلی تجاری تاجیکستان بوده در جای سوم با 458 میلیون دلار قزاقستان قرار گرفته است. بعد آن ترکیه با 224 میلیون و شویتسیا با 104 میلیون در جای چهارم و پنجم قرار گرفتند. کاهش تجارت طبق آمار بیشتر به کمشوی واردات چوب و معدن و صادرات پخته و سنگ‌های قیمت‌بها بستگی داشته است. در همین حال واردات ماشین و ماشین‌آلات و مصالح ساختمانی نیز با شدت پایین رفتند. اکنون مختصر از خبرهای منطقه و جهان. مرگ طلبی متعلق به دولت اسلامی در راه حرکت ارتش عراق که برای حمله به شهر موصول که زیر تصرف دولت اسلامی قرار دارد خود را انفجار داد. در نتیجه نکم از 70 نفر سربازان ارتش عراق هلاک گردیدند. مرگ طلب در لحظه خود را انفجار داد
که علاقه سربازان عراق در اطراف دهه بلویت شرق موصول به حمله می‌گذاشتند. چند پیش پنتاگون اعلان داشت که در اطراف موصول از 3 تا 5000 جنگیان دولت اسلامی قرار دارند. با قرار سود ولایت نوسیبیرسک یک شهروند تاجیکستان همراه 4 فرزندش از قلمرو روسیه اخراج شده است. این زن تاجیک از ماه دکبر سال 2015 در قلمرو روسیه غیر قانونی زندگی کرده است. دفتر مطبوعات سود ولایت نوسیبیرسک گفته است تاجیکان مقیم سنت پترزبورگ 48000 روبل جمع آوری کرده برای این زن دپورت شده 4 چیپته هواپیما خریده اند. نامزد به مقام پرزیدنتی ایالات متحده آمریکا دونالد ترامپ میگوید اگر پرزیدنت انتخاب شود تا مراسم سوگند که ماه ژانویه سال 2017 در نظر داشته شده است با پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین ملاقات خواهد کرد. ترامپ به نزدیک بودن خود با رهبر روسیه اشاره کرده است. در ایالات متحده آمریکا روسیه را عیبدار می‌کنند که به جریان انتخابات آمریکا دخالت دارد. پیشتر از این ترامپ گفته بود که از پوتین خوشش می‌آید. هموطنان گرامی، خداوند متعال در قرآن مبارکش می‌فرماید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و اذا سألك عبادی عنی فإنی قریب اجیب دعوت الداعی اذا دعان فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلهم یرشدون. وقت بندگانم درباره من میپرسند بگو براستی که من نزدیکم. هنگامی که از من طلب دعا میکنند اجابت میکنم دعای دعا کننده را. پس امت باید دعوت مرا بپذیرند و به من ایمان بیاورند شاید که راهنمایی شوند. بیایید با تکیه به این آیت و دیگر آیت‌های قرآن کریم و احادیث پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم در پیروزی بر رژیم جنایتکار امام علی رحمان از بهترین سلاح مؤمن دعا کار بگیریم. این رژیم نه تنها با مردم کشور یعنی همه ما و شما بلکه به پروردگار ما نیز جنگ اعلان کرده است. پس خداوند هم در سنگر ماست و هیچ کمک و قدرت برتر از کمک و قدرت او نیست. بیایید از خداوند بخواهیم تا در سرنگون کردن این جنایتکار و پیروان فاسدش به داد مظلومان برسد. بیایید در اول روز را برای دعای دست جمعانه اختصاص بدهیم. ما پیشنهاد میکنیم جمعه آینده را انتخاب کنیم. هر کس قادر است روز پنجشنبه 27 اکتبر روزه بگیرد و در افطار دعا کند. سپس سر از نماز خفتن روز پنجشنبه تا صبح جمعه 28 اکتبر یک جایه در دعا باشیم. دعا کنیم تا مردم مظلوم تاجیک را از شر این حکومت ظالم و خدمتگاران فاسدش نجات دهد. اگر شما مردم شریف کشور این پیشنهاد ما را قبول دارید ما از علمای اسلامی درخواست میکنیم تا متن دعا را طبق قرآن و سنت و با زبان تاجیکی ترتیب دهند تا همه یک دعا داشته باشیم. از همه آنهایی که میخواهند در این کاری خیر شریک باشند خواهش میشود این مراجعت را در تمام شبکه‌های اجتماعی از قبیل فیسبوک و ادناکلاسنیکی، شبکه‌های علاقه از قبیل واتساپ و وایبر و تلگرام و بین مردم نشر نمایند. از تمام تاجیکانی که در خارج کشور قرار دارند خواهش می شود این موضوع را به امام‌های مساجدی که آنجا نماز می‌گذارند رسانند تا در دعای مردم تاجیک شریک باشند و در نماز جمعه 28 اکتبر در حق تاجیکان و تاجیکستان دعا کنند. سر از امروز ما این مسئله را یک جایه با شما بینندگان عزیز پیگیری خواهیم کرد و یک جایه برای دعای دست جمعی آماده خواهیم شد. خداوند نیت‌های همه ما را خالص برای خودش بگرداند و دعاهای ما را مستجاب نماید. آمین. بینندگان عزیز، اینجا به پایان برنامه خبری پیام نیوز رسیدیم. برایتان خبرهای خوش و سرور زندگی را تمنا می نماییم. تا بخش نوبتی خیر خدا یار و یاورتان.